بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بینندگان عزیز بارک الله فیکم. امروز ان شاء الله با کمک الله تعالی یک درسی از کتاب ریاض الصالحین میخونیم و بابی که ما رستیم باب تقوا است. پیش از این چند باب ها رو ما در ویدیوهای گذشته خوندیم، باب اخلاص، باب توبه، باب صبر، باب راست گفتن و همچنین باب مراقبه. این بابی چی است؟ تقوا هست و این مهمترین باب است. و معنا مفهوم تقوا چی است؟ معنا مفهوم تقوا است که هر چی که الله تعالی برای انسان امر کرده است رو انجام بده و از هر چی که را منع کرده است باید باز بیسته. و این چیز باید بدونن که برادر عزیز که در این دنیا ما شما خلق شدیم برای بندگی، تا اینکه ما از الله تعالی اطاعت کنیم و عبادت بکنیم و زیر قانون و شریعت او زندگی بکنیم. و این اسباب وسایل باشد، اینها برای چی است؟ همون اندازه‌ای که ما با آنها نیاز و ضرورت داریم از اون باید استفاده کنیم. از خوردنی، از پوشیدنی باشه، از سواری باشه، از خانه ها باشه، از زن باشه، اندازه ضرورت ما استفاده کنیم و فراموش نکنیم که هدف اصلی ما این نیست. اما متاسفانه امروز مسلمان ها برعکس زندگی میکنند، یعنی که تمام چیزهایی که در دنیا وسیله برای طاعت بندگی است، اینو اصل و اساس و هدف اصلی زندگی قرار گرفتگی‌اند. انسان ها شب روز کوشش حرکت میکنن تا اینکه خانه‌های خوب داشته باشن، ماشین‌های خوب داشته باشن، زن‌های خوب داشته باشن، پول زیاد داشته باشن. نه برادر عزیز، این فکر اشتباه است. این فکر انسان برای جنت نمیبره، انسان از جنت دور میکنه. و اولین آیه که در اینجا صاحب کتاب میاره در همین باب چند آیه و چند حدیث ذکر میکنه. از سوره آل عمران آیه 102 است که الله تعالی میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ای کسایی که شما ایمان آوردین از الله متعال همچون لایق و شایسته است از او بترسین. یعنی همون اندازه لایق و شایسته ترسیدن است، شما همون اندازه از الله متعال بترسین. وقتی این آیه نازل شد مفسرین ذکر میکنن که زیاد از صحابه پریشان شدن که اون چیزی که الله متعال برای ما امر کرده است کما حقه باید ما او رو انجام بدیم، ما کار کردن نمیتونیم. وقتی ما کار کردن ما گناهگار میشیم، از نماز، روزه، حج، زکات. بعد دیگه آیه که سوره تغابن آیه 16 نازل شد که در اونجا الله تعالی میگه فاتقوا الله ما استطعتم، از الله بترسین هم اندازه‌ای که قوت قدرت استطاعت که شما دارین. به طور مثال نماز، در نماز یعنی که راست ایستادن در قیام این جزء اصلی نماز است، جزء رکن است. اما تقوا همین است که باید انسان ایستادن نماز بخونه، هم بعد به رکوع بره به سجده بره. اما بعضی اوقات انسان وقتی بیمار است شریعت برای اجازه میده که نشسته بخونه و همچون براش اجازه میده که اگر نشسته نمیده به پهلو چکنه. همچون الله تعالی در قرآن میگه که فاذا قضیتم الصلاة فاذكروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم. میگه هر وقت که شما نماز تمام کردین الله را ایستاده و نشسته هم به پهلو ذکر بکنین و یاد الله را بکنین. میگه یا که در حدیثی که عمران ابن حسین نقل میکنه که میگه پیامبر الله صلی الله علیه و سلم برای ما گفت که سل قائما، گفت اول ایستاده نماز بخون، اگر نتونستی نشسته بخون، اگر نتونستی میگه خواب رفته نماز بخون. یعنی چی؟ تقوا همین است، ترس همین است که باید ایستاده نماز بخونی. اما چی؟ ترس و تقوا همون اندازه قوت قدرت انسان داشته باشه. اگر انسان قوت قدرت و توانایی ایستادن که نداره میتونه نشسته بخونه که به پهلو. یا که در مسئله روزه میگه که الله تعالی برای ما شما میگه که یعنی که شما روزه را بگیرین، نه که و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. میگه اگر یکی از شما مثلا او چیز بیمار است یا که در حالت سفر است میتونه که روزش بخوره بعدا غذای را بیاره. یعنی چی؟ تقوا نمیشه که به روزه بگه اما انسان بیمار شد در شریعت براش اجازه میده که روزه خود بخوره غذاش بیاره. یا که در مسئله حج میگه که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل. یعنی که برای الله بر مردم حج است کسی که استطاعت داره، استطاعتی اما راه چی؟ استطاعت مالی و جانی را مثلا دیگه که در شریعت استطاعت مهم است و همین اندازه‌ای که از الله بترسین که شما قوت قدرت و توانایی را دارین.
یا که در دیگه آیه دیگه میگه که صاحب کتاب میگه آیه دیگه ذکر میکنه سوره احزاب آیه 70 که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای کسایی که ایمان آورده از الله بترسید و قولوا قولا سدیدا و بگین یک سخنی راست. بعد از تقوا ما رو وادار به چی؟ به راست گفتن. راست گفتن جزئی تقوا است. یعنی وقتی که انسان وادار شده از امر از طرف شریعت که باید او راست بگه، وقتی راست میگه این انسان متقی است، به معنی که از الله اطاعت کرد و خوف و ترس الله بود که او دروغ نگفت. یا که در دیگه در این جمعه از سوره طلاق آیه 2 تا 3 سوره طلاق جمعه که میگه که ثمره تقوا را در جبه میکنه که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی از الله بترسه میگه برای اون مخرج، یعنی که راهی گریز، راهی فرار، راهی نجات و رزقش میده از جای خود گمان نمیکنه. یعنی در هر وقتی که در مشکلات سختی و پریشانی و فقر سختی قرار گرفت، الله تعالی از این مشکلات مصیبت رو بیرون میکنه و رزقش میده از جای خودش نمیفهمه از جوان. به سبب چی؟ به سبب همون تقوا و پرهیزگاری است. یا که از سوره انفال آیه 20 سوره انفال در ذکر میکنه که میگه این تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. میگه اگر شما از الله بترسید برای شما قرار میده فرقان. فرقان چی است؟ فرقان از چند از تابعین نقل میشود که از خود مجاهد و اکرمه و از دیگه از تابعین ها نقل میکنن به معنای مختلف. اینه که فرقان است که در دنیا و آخرت شما را الله تعالی نجات میده، یا که فرقان به این معنی است که الله تعالی نسبت به شبهاتی که در دین برای شما پیش میشه از او شما را نجات میده. یا که فرقان به این معنی است که از اکرمه نقل میشه که فرقان به این معنی است که یعنی که از آنچه که شما میترسین الله تعالی شما را از او دور میکنه، جدا میسازه و شما را حفاظت میکنه. یا که فرقان از خود ضحاک که نقل میشه اینا مفسر هستن که میگه فرقان به معنای چیست؟ فرقان به معنی است که مابین حق و باطل الله تعالی مابین شما یک جدایی میاندازه. فرقان همین است. به سبب چی؟ به سبب همین تقوا است و چیکار میکنه و گناه های شما رو میبخشد و شما رو مغفرت میکنه و الله تعالی دارای فضل بزرگ است. حدیثی که در ذکر میکنه میگه که حضرت ابو هریره میگه که قیل یا رسول گفتش برای پیامبر الله صلی الله علیه و سلم من اکرم الناس، چی کس با شرف و با کرم ترین مردم کی است؟ پیش مثلا شاید امروز بعضی فکر کنن کسی که مال زیاد داره، خانه زیاد داره، پول زیاد داره، این با شرف ترین و با کرم ترین انسان همین است. نه، در شریعت این چیز اعتبار نداره. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم که اتقاکم، یعنی که با تقوا ترین شما است. در دیگه حدیث هم میگه که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمود که ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله تعالی به صورت ها و عمل های شما نگاه نمیکنه، بلکه به قلب ها و عمل های شما. چقدر قلب های شما ترس و خوف الله تعالی است، چقدر عمل های خوب انجام داریم. بعد گفت که با تقوا ترین شما. بعد اونا گفتن که کسایی که سوال میکنه فقالوا ليس عن هذا نسألك، گفتم ما از این چیز تو را سوال نمیکنیم، از دیگه چیز سوال میکنیم. اونا اومدن سوال کردن، اما همون روشی سوال از اول به یک شکلی کردن که همون سوالی که میخواستن یعنی که روشن‌تر برای پیامبر نگفتن. بعد پیامبر گفت که فیوسف نبی الله ابن نبی الله ابن نبی الله ابن خلیل الله. گفت یعنی که یعنی با تقوا ترین کی است در اینجا؟ یوسف فرزند نبی الله و همچون فرزند نبی الله و همچون فرزند خلیل الله. یعنی که حضرت یوسف که بگیم پدرشان پیغمبر بدن و همچون باباشون پیغمبر بود، باباش حضرت ابراهیم اونا هم پیغمبر بدن. با گفتن که قالوا لیس عن هذا نسألک، گفتن ما از این چیز سوال نمیکنیم. بعد گفت که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم که فعن معادن العرب تسألونی، گفت از همون ریشه و نسب عرب ها ما را سوال میکنین. با پیامبر الله گفت که خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام اذا فقه. متفق علیه، حدیث بخاری و مسلم. گفت بهترین اونها در جاهلیت و بهترین اونها در اسلام کسایی که در جاهلیت آداب اخلاق خوب در انسان‌های با شرف بدن و در دین اسلام اگر بیاین ایمان بیارن و معنا مفهوم دین بفهمن، تقوا و پرهیزگاری پیشه کنن، بهترین اینها در اسلام همینا میشن. زیرا که اونا وقتی که در زمان جاهلیت بهتر بدن،
از تمام جنبه انسان‌های کامل بدن، در دین اسلام هم بیاین به همون آداب اخلاق خود باقی بمونن. اما تمام این چیزهایی که در اینجا گفته شد معلوم مفهومش است که با شرفترین، با کرمترین، با عزتترین شما، با تقواترین شما است، پرهیزگارترین شما است. این اکرمکم عند الله اتقاکم، همین است. یعنی که با شرفترین، با کرمترین شما در نزد الله، با تقواترین شما است. و کوشش کنید که همیشه تقوا را پیشه کنید، زیرا که تقوا رمز و نشانه کامیابی است. اگر کسی که این تقوا ندارد، در این زمان فتنه باش ما که زندگی میکنیم، درهای فتنه روز به روز برای ما گشاده تر می شود و گناه آشکارتر می شود و آسانتر. و اگر تقوا باشد، تقوا انسان حفاظت میکنه، مانند یک سپر است، از این مشکلات و مصیبت، این فتنه ها را نجات میدهد. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.